فون صادقان این وطن. السلام ای دوست دار جاودان این وطن. ما وطن داریم نامش تاجیکستان عزیز. السلام ای همدیار مرزبار این وطن. السلام بر آن که میداند محبت کار ماست. احترام جاودانی وطندار کار ماست. السلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان عزیز. قدم هر یک شما را به این تالار برهوا خیر مقدم گفته تاج بر سر میخوانیم. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، دریافت استعدادهای نو ساحه صنعت، تقویت بخشیدن به کسبیت بلند هنری، آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزم را پیشکشتان می نماییم. همدیاران عزیز، در آزمون 5 نامیناسیا پیشکش می شود. نامیناسیای آهنگساز، نامیناسیای نوازنده، نامیناسیای آوازخوان، نامیناسیای راوی و نامیناسیای شاعر. اینک اجازه دهید که شما را با حکمان آزمون آشنا سازیم. نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اکرم میرزایف، سلیموف آذر عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، رضایف محمد نظر راهبر مرکز علم فرهنگ ریاست ولایت ختلان، اکرم رضام مشاور شعبه اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان، یوسف امیرخان معاون سردار اداره تلویزیون ولایت ختلان. همدیاران عزیز، اینک نوبت را به نامیناسیای شاعر می دهیم. مرحمت، شاعران قلم به دست را به صحنه دعوت می نماییم. جان فدا از بحر میلت میکنم، جان فدا از بحر میلت میکنم، من دعای نیکی دولت میکنم. شو دلم 100 پاره بهرت هموطن، نفرت بر داغ و ایلت میکنم. درد و داغت من نخواهم ای وطن، مهر خلقم بر تو قسمت میکنم. ای شب افروز از چی باشی ناامید، بحر مردم بس که خدمت میکنم. ای جانی من، ای جانی من، بین جان و جانان آمده است. ای میلتی فرخنده ام، فرخنده دوران آمده است. زیبا وطن باغ و چمن، خلقی پریشان انجمن، وحدت طلب وحدتگرا بر وحدتستان آمده است. شادی بی آمد سوی ما، بل ملک زیبا منظرم، این صلح و وحدت بهر ما از داد یزدان آمده است. 100 شکر صلح و وحدتت ای میلتی تاجیکی من، این صلح بر تاجیکی من از رنج رحمان آمده است. شعری من با درد و غم سر می شود، گر وطن گویم دلم تر می شود. خار و خس این وطن از بهر من، همچو طلا مخزنی زر می شود. راغون و نارک چو یک بحری کلان، همچو زیبا مثل کوثر می شود. ای مراد، ای مراد، شکرانه یزدان بین ما، تاجیکستان ملکی برتر می شود. تشکر زیاد. ای مادری جان، تو زیبی این دنیایی، فرشته در قلب و وجود مایی. اندر چمن و باغ و بهار دل ما، والله به خدا زیبی همه گلهایی. ای مادری جان، به نام تو می نازم، با کرته الوان تو من می بازم. بی تو نفسم چو ماهی بی آب است، اندر سر زانوی تو من دم سازم.
هر گوشه این وطن جلو و رنگ است. گلهای بهاری میهنم خوش رنگ است. عیدی که به نام عید گلها داریم، از ذوق و شعور و مهر و نام و ننگ است. در دشت و دمن لاله چی رنگی دارد، خونابه 100,000 روی سنگ است. صدبرگ به سلام گلرخان می آید، نرگس تماشای جهان بهنگ است. بونفشه به ناز می خرامد امروز، در میرژه و قاش رهیانم جنگ است. سه برگه چی می خواهد و نازی دارد، گلهای بهاری وخش من چند رنگ است. وخش من هستی برایم بهترین، آب و نانت بهر من چون انگبین. زادگاهم تو عزیزی بهر من، از همه مال و زر و گنج زمین. شیرین چو مادری من، هم تاج در سری من، هم گنج و گوهر من. مادر وطن توی تو، مادر وطن توی تو. توی پر و بال من، تو بخت و اقبال من، فیض استقلال من. مادر وطن توی تو، مادر وطن توی تو. نام تو در دهانم، تو ارث رفتگانم، بی مثل در جهانم. مادر وطن توی تو، مادر وطن توی تو. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو. میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. پیروان پیشوای ملتیم، این شعار ما جوانان سعادتمند است و ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که در چنین وطن عزیز و محبوب زیر سرپرستی فرزند فرزانه ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زندگانی میکنیم و ما منتدار هستیم که پیشوای ملت برای ما این گونه دستگیری ها کردند. زیر لوای وحدت بالاست تاج نصرت، با پیشوای ملت تاجیک یافت شهرت. با پیشوای ملت حامی صلح و وحدت، همرأی و اتحادیم با رهنمای ملت. جان و دلم معطر از بوی تاجیکستان، سرسبز نخل عمرم از جوی تاجیکستان. زیبایی های عالم بسیار دیدم من، زیباتری ندیدم چون روی تاجیکستان. به متکا مگویش، حرفی خطا مگویش، یک روز می شود کور بدگوی تاجیکستان. ای به خبر چی دانی؟ راز جهان فانی، دنیای پرنشاط است در کوی تاجیکستان. خواهم که غم نباشد، هر صبح خنده پاشد، شعر و ترانه خوانم در روی تاجیکستان. آه مادر، فرشته نایابم، از بس که درد قلب اذیتت میداد، همیشه خدا را عبادت میکردم که شفایت ببخشد. زیرا در پهلوی تو بودم مایه شرف و دعایت رهنمای حیات بود. ولی افسوس یارو یاورم، ناز بردارم، مدد رسانم. با امر تقدیر از دنیا آرزوهای من رفت. فوت مادر اراده‌ام را سست کرد و دو غمش آب و ادایم ساخت. استخوانی که با شیر سفید داده‌اش سخت گردیده بود می سوزد امروز تا آن روز. می لرزد بند دلم به یاد روی مادرا هزاران خاک بر سرم بادا.
اگر قدرت را ندانسته باشم. ببخشا که با دانه های اشکم راحت را تیره ساختم. آخر چی کار کنم که سخت پزمان شدم. شادی و غمت را آچه جان، یقین دانستم که در زندگی جای مادر را کسی عوض کردن نمیتواند. رفته و قامت من غمزده خم زد. امروز مکان دیگر جاست، مبارکت بادا این منزل. حالا امید در دست دعای من داری. اینک من دختری از آن روزهایی که مادرم از دنیا رفت، تمام خوشی های من نیز با رفتن او به انجام رسید. خوش بر حال کسی که ناز بردارش مادر است، ناز پرورده است و از غم آب و ادا دایم ما دست دعا بهرت می بردارم تا آخرتت آباد باشه. خون بگیرید دیده های من برایت مادرم. زار گریم روز و شبها از قفایت مادرم. آه اجل تو بر من خنجری تیز زدی، در بری فرزند خالی مانده جایت مادرم. یک شب در خواب دیدم قامت زیبای تو، چون نسیم بود بر من قله هایت مادرم. بر سر قبرت نشسته میکنم فریاد و لیک، نی صدای من برایت، نی صدای مادرم. جاویدان اندر غم مادر بسوزد رابیه، در نماز خیش بنماید دعایت مادرم. تاجیکستان جنتی بحر و بری، کونی گنج و کونی لعل و گوهری. همچو شیر سینه سنگ چشمت می سزد، گویم که بر ما مادری. جنت از باغ و بهاری تاجیکستانی من است. تاجیکستان مسکنی ایمان و وجدانی من است. گر شکوفد لاله و سیبرگه در فصل بهار، تاجیکستان کشوری دایم شکوفانی من است. خاکی وخش از پرسخایی های ما زرخیز شد، آبی گرم از گرمی های قلب جوشانی من است. زرفشانی می کند نامی زرفشان در جهان، حلقه های گوشم از سنگی بدخشانی من است. تاجیکستان سجده بر نامی تو می آرم مدام، نامی تو چون سوره اوراق قرآنی من است. جنت از باغ و بهاری تاجیکستانی من است. مادر، زن کیست؟ زن مادری من، مادری تو، مادری عام است. زن شربتی هر معرکه و کاسه جام است. به زن چی بود زندگی و زیست در عالم؟ زن حسن زمین، حسن سما، حسن زمان است. به زن جهان ویرانه است، به زن جهان غمخانه است. با قامتی جانانش حسن در و کاشانه است. باشد اگر او خوش سخن، باشد چراغی انجمن. حرف و هجای زندگی سر می شود با نام زن. جنت که رضای حق در آن است، در زیر قدم مادران است. آره دوستان، والاترین چیزی که در این دنیا دریافتم مادر است. تا قیامت از دماغ من نمی گردد برون بوی نان و بوی چگدان، بوی شیر مادرم. چون از آفتاب پرسیدند گرمتر از تو کیست؟ گفت دل مادر. چون از دریا پرسیدند که نرمتر از تو کیست؟ گفت دل مادر. چون از کوه پرسیدند که بلندتر از تو کیست؟ گفت قدر مادر. چون از خداوند، چون از آفریدگار پرسیدند که آفرنده حیات بعد تو در روی زمین کیست؟ گفت
مادر. هر دعای مادرانی دل کباب در حق فرزند گردد مستجاب. در حدیث مصطفی دیدم نوشت در قدوم مادران باشد بهشت. نانت حلال بادا ای پیشوای ملت، زاندم که سروری تو ملت ندید علت. از جنگ دور گشته با عزم و با تلاشت، شب را شکست داده با عقل نور پاشد. چون توست چهره خندان امروز تاجیکستان، ما فخر با تو داره پیروی عالی سامان. گر وطن دل را تو می خواهی فدا سازم بجان. دل برای مهر تو ای مهر من باشد مکان. دل بدان از بحر تو یک لحظه هم بیگانه نیست. همچون مرغی مهر تو کرد آشیان. تو چونان محبوبه عاشق نوازی مهر تو جا گرفته در دل مهنت کشی روی جهان. شوقت دل، شادی دل، هستی دل با تو است. هرچی می خواهی بفرما دل به فرمانت روان. شکر با شأن و شکوهی تاجیکستان میکنم. شکر استقلال و وحدت قصر سامان میکنم. شکر با این طفل نوزاده که میماند قدم. شکر ساسان، شکر سامان، شکر رحمان میکنم. موضوع درباره کتاب. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهانی، متمدن خاصه، آینه حیات، کلیدی در گنج سخن است. با همین دلیل شاعر بزرگ فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی کتاب را چون فروغ صبح دانایی به قلم داده است. انسان میتواند به واسطه کتاب به ادبیات و فرهنگ، اقتصادیات و ممالک زیاد آشنا گشته عالم را به طیاره اندیشه ها سیر نماید. ما مردم تاجیک خصوصا به کتاب و کتابداری اعتماد و اعتقاد خاص داریم. شاعر بزرگ میفرماید خوشترز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی، صد راحت هست و هرگز آزاری نیست.
ترانه و سرا با وصف موسمی بهار بیار ساقیا قدر نواز مطربا دوتا نگر به چشمی عاشقی به طرفی باغ و بوستان زی یک طرف جمالیات زی یک طرف خروشی کار زی یک طرف جمالیات زی یک طرف خروشی کار گرفت لال جان را زی سرخوشی به تاری سر گرفت لال جان را زی سرخوشی به تاری سر بناش رقص کرده و سبا گرفت است بناش رقص کرده و سبا گرفت است درخت و سبزه دمن زیگون نمود پیرهن بسد نمود در چمن کشیده قد زیر کنار سرودی بلبل سهر دیهد به هر محل خبر به خلق شادی با هنر که هم رسید وقتی کار به خلق شادی با هنر که هم رسید وقتی کار گروه 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 خان با چهره های ارغوان گروه 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 خان با چهره های ارغوان روان به سوی بوستان چو طاووسان به سبززار روان به سوی بوستان چو طاووسان به سبززار روان به سوی بوستان چو طاووسان به سبززار چو طاووسان به سبززار چو طاووسان به سبززار ما وطن داریم آب و نان و نامی پاکش باس می داریم ما وطن داریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم
وطن داریم ما وطن داریم آب و نان و نامی پاکش با اسم داریم ما وطن داریم ما وطن داریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم ما وطن داریم وطن مادر توی گنجینه من عشقی پاکی تو در سینه من تو رو از عمق دل دوست بدارم چون میرن در دلی بکینه من تو رو از عمق دل دوست بدارم چون میرن در دلی بکینه من ما وطن داریم ما وطن داریم آب و نان و نامی پاکش باز می داریم ما وطن داریم ما وطن داریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم ما وطن داریم ما وطن داریم آب و نان و نامی پاکش باز می داریم ما وطن داریم ما وطن داریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم ما وطن داریم وطن مادر توی جنجینه من عشقی پاکی تو در سینه من تو رو از عمق دل دوست بدارم چون میرن در دلی بکینه من تو رو از عمق دل دوست بدارم چون میرن در دلی بکینه من ما وطن داریم ما وطن داریم آب و نان و نامی پاکش باز می داریم ما وطن داریم ما وطن داریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم ما وطن داریم ما وطن داریم آب و نان و نامی پاکش باز می داریم ما وطن داریم ما وطن داریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم سجده اول بر خدا زان بر تو می آریم ما وطن داریم ассалому алайкум дӯстони азиз бо амри ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ана ҳамин озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардида истодааст. мақсади озмун дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат яъне баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ. мо ба як хулосаомем ба ҳамовози ҳакамоно ки хатича зунофалиева ҳастай минбар бирӯҷон ин духтарак агар бо он шарти тарбия кунанд устодо ҳайдарӣ то ин сатр аз сатр болотар пеши мо аз ҳамин ман боварии том мегӯм ки шоира мебирояд барои миллат пагоҳ хизмат карда метавонам. шабафрӯза ман зиёдтар бояд ирод бигирем чунки ин соҳиб китоб аст соҳиб қалам аст сардабири ям маҷалаи банафузе ки дар тамоми вилоят паҳн шудагӣ аст. қобил солиев биё он чи ки аз дасти банда меомад бо баёи ҳакамонои чи дар сатҳи ҷумҳурӣ чи дар сатҳи хоҳиш кунем ки ин касо анаки барои шумо ки номус доштан кӯшиш кунем ки ин не
این در پیش اپا و خوار خطون اینه که در یک ولایت 25 شهر رایون رو وای میکنه از اونجا با گردن خم نوین شب و روز کار و رولی کارش میکنه. نفرانی که در اینجا برآمده شعرخوانی کردن اصلا موافق نظامنامه روایه اتیکای صحنه زیبی حرکت های صحنوی رنگارنگی آواز جلب شنونده در نفرانی که در اینجا برآمد کردن نبود. تنها یک نفر گلناره جلیلوه یک نفر ما پیشنهاد کردیم برای ازمونی ولایتی. من خواهش میکنم از شما که شما بیشتر کار کنید در آینه رو برای آینه گفتگو با خود کنید که فردا در ازمونی ولایتی صاحب جای معین گردید و شما برار خلاص حضورین گرامی باز جنبست میکنیم. من همه چهرهایی که امروز روخت گرفتم به دور ولایتی نامبر کردم میگذارم. در بخش رویگی جلیلوه گلنورا، شاعری صالحوه اشورگل زلفعلی و خطیچه کاملزاده خوبیلی، آهنگساز فیروز عبداللهیف، نوازنده فیضعلی امید، سراینده لطیفوف حکیمشو. خب من به خاطر چی چنگ وارد میکنم؟ به خاطری که همه اسباب در اجرای مردو خیلی کمه. چنگ نواز وطن دوست داشتیم، میهن دوست داشتیم، مادرمون دوست داشتیم، ملت من دوست داشتیم، از ما یک چیز میبروید نه که در زبان در اصل بخت سعادت اقبال رو دایم هم سفرتون باشه.